سلام بینندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه اخباری آزادی که در پخش مستقیم تقدیمتان می شود. امروز 26 فوریه است و شما را به تماشای این خبر و گزارش ها دعوت می کنیم. جزئیات ربودن و قتل آموزگاری دانشگاهی تجارت. دادستان خواست دادگاه دوشنبه افسری بلندرتبه میلیسا را 20 سال زندانی کند. از جنگ ویرانگر روسیه در اوکراین 2 سال گذشت. طلب‌ها برای رسانیدن کمک به کیف و قطع جنگ در اروپا بیشتر می شود. و هلاکت کارگران هنگام خانه‌سازی در دوشنبه. بی‌پروایی یا صرف نظر شدن قاعده‌های بی‌خطری سبب چی است؟ هم میشود گفتم میگذارم فکر نمیکنن که همزده شهروندان ما کار فعالیت میکنن. با گذشت 2 سال رسا از جنگ اوکراین، صحبت‌ها درباره احتیاج سخت این کشور به اسلحه برای مقاومت با روسیه هم در اروپا و هم در امریکا زیادتر می‌شوند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز 25 فوریه گفت از زمان آغاز حمله روسیه به کشورش در 24 فوریه سال 2022 تا کنون بیش از 30,000 سرباز اوکراینی کشته شدند. همکارم طاهر سفر گزارش دارد. روز یکشنبه این ایستگاه راه آهن در ولایت دونتسک اوکراین در کام آتش بود از ضربه موشکی هدفمند روسیه. اینجا هم یک فرمانده روس با شهر افدیفکا آشنا می شود که نظارت آن را روز 17 فوریه از دست اوکراینی ها گرفتند. اگرچه به قول وزیر دفاع اوکراین عزم و اراده کشورش قوی است، ولی برای مقاومت به ضد روسیه به اسلحه ضرورت دارد و هرچی زودتر. در محاسبه جنگ اگر به دشمن بینگریم اقتصاد 2 تریلیون دلاری دارد. یعنی اگر ما کمک وعدگی را سر وقت نگیریم سرباز و قلمرومان را از دست می دهیم. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی در حکومت امریکا هفته گذشته هنگام صحبت با تلویزیون ABC از مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان امریکا خواست قرار کمک 61 میلیارد دلاری به اوکراین را برای رأیگیری در کنگره هرچه زودتر پیشنهاد کند. اگر رئیس مجلس جانسون قرار را به رأیگیری بگذارد، اکثریت وکیلان از هر دو حزب به طرفداری کمک به اوکراین رأی می‌دهند. از این راه ما نارسایی را پر می‌کنیم و اوکراین دلیرانه و با شجاعت به ضد روس‌ها جنگ را ادامه می‌دهد. 2 روز پیشتر از این از جنگ روسیه در اوکراین 2 سالی رسا پر شد. من باور دارم که پیروزی از ماست. همه دنیا ما را دستگیری میکند. اگر اوکراین شکست خورد معلوم می شود که تمام دنیا از یک کشور شکست خورده است. سازمان ملل میگوید جنگ تا کنون ضرری زیادی بر روان کودکان اوکراین زده است که اضطراب زیاد و هوس کمی برای تحصیل دارند. پاپیروم در نیایش در روز یکشنبه خواستار قطع جنگ و مشقت مردم شد. من دعا می کنم اندک انسانیت پیدا شود تا شرایط برای حل دیپلماتی برای صلح عادلانه و پایدار فراهم آید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در یک نشست خبری از نور امید برای صلح سخن گفت. از دو همایش سران کشورها برای ختم جنگ در ماه‌های نزدیک. من امیدوارم نشست اول و افتتاحی بهار برگزار می شود. ما نباید فرصت دیپلماتی را از دست دهیم. نشست در شویتزاریا صورت می گیرد. ما می خواهیم دومین نشست در یگان جای دیگری قاره اروپا برگزار شود. هر گونه طرحی حاصل شده صلح را در این نشست‌ها به روسیه پیشنهاد می‌کنند، اگرچه به گفته زلنسکی هیچ ضمانتی وجود ندارد که روسیه آن را بپذیرد. عاقبت‌های بد جنگ روسیه در اوکراین در کشورهای آسیای مرکزی هم احساس شده است. مقامات ولایت سوخت گفتند جنگ چند طرح اقتصادی و تجارتی تاجیکستان و اوکراین را به هم زد. از جمله یک طرحی که میبایست اول سال 2022 اجرایش سر میشد یک بار قطع گردید و مسئله گرم کردن بناهای 3 شهر عظیم تاجیکستان حل نشده باقی ماند. فرزان محمدی تفصیلات میدهد.
در این بلندی موضع رخک ناحیه بابا جان غفروخ باید کلانترین مرکز گرمیدهی ولایت سوخت بنیاد گردد. طبق لایحه آن در حدود 20 هکتار از جانب سرمایه‌گذاران اوکراینی باید ساخته میشد و هزارها منزل ساکنان شمال تاجیکستان را با گرمی فرا میگرفت. ولی حمله روسیه به اوکراین و جنگ همکنون بیش از 2 ساله این طرح را اجرا نشده باقی گذاشت. این لایحه حالا ختم گردیده است. بعضی مناقشه هایی که امروز در همین دولت ها رفته شدند از همین سبب همین متخصصان نامدند. از متخصصانی که از اوکراین آمده اینجا قریب نیم سال کار کردن بعد همین حادثه های ناخوش حاضر به نامدند. از روی لایحه‌ای که مالکان شرکت اوکراینی انترپرایزز LTD پیشنهاد کرده است، کفالت کار مرکز گرمیدهی نکم از 40 سال را در بر میگیرد و در صورت خوب نگاه داشتن میتواند 10 ساله های دیگر به ساکنان منطقه خدمت نماید. چنین گفتگو داشته بود که همه مبلغ‌گذاری اعضای همین شرکت و مالک امریکا داشته سالده تا آندمی که آنها مبلغ خود را بازپس میگیرند این تز از آنها میشه. وقتی مبلغ خود را بازپس میگیرند آن را به ولایت میسپارند و در این مدت علاقه ما میتونستیم هم متخصصان خود را نیز آماده نموده ایستاده این تز را در منبع کاربری نماییم. این همکاری دو جانبه یگانه طرحی نیست که به علت حمله روسیه به اوکراین قطع گردید. برای احیای پایگاه آبکشی در ناحیه ظفرآباد نیز قرار بود تقریباً 60 میلیون دلار از جانب سرمایه‌گذاران اوکراینی مبلغ گذاری شود. ولی جنگ در آن کشور برای عملی شوی این لایحه نیز مانع گردید. در کلانترین شهرهای شمال تاجیکستان مرکزهای گرمیدهی که زمان در فصل سرما برای خانه‌های ساکنان گرمی می‌رسانیدند همه از کار ماندند. هم مقامات و هم ساکنان شهرهای کلان ولایت سوخت امیدوارند که جنگ اوکراین خاتمه یابد و متخصصان اوکراینی طرح آغاز شده را به انجام رسانند و در لوله‌های یخبسته گرمی دیر انتظار آید. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. یک دادستان دوشنبه از دادگاه تقاضا کرد که اکمل یوسفزاده پدپلکوونیک وزارت کارهای داخله را به 20 سال زندان محکوم کند. این افسری بلندرتبه بر ربودن و قتل یک آموزگار دانشگاه تجارت متهم است. رادیو آزادی جزئیات این قضیه را فهمید و همکارم میرزانبی خالقزاد برای شرح بیشتر همراهی ماست. میرزانبی، در همین قضیه سوالی اساسی به جواب است که اکمل یوسفزاده برای چی آموزگار را ربوده با دستانی بسته به دریا پرتافته است؟ سلام زرنگیز و درود بینندگان عزیز. بله، اخیراً دادگاه عالی به خبرنگار رادیو آزادی اجازه داد که در مرافعه اکمل یوسفزاده اشتراک کند و از این طریق ما جزئیات قضیه را فهمیدیم، آگاه شدیم. روز 23 فوریه دادستان در دادگاه گفت سبب این حادثه رشک افسر یوسفزاده به همسرش بوده است. با گفته دادستان افسر چند مراتب مکاتبه های همسرش را با آموزگار اسماعیل رحمانوف در فیسبوک دیده اخیری را آگاه کرده است که دیگر به همسر او پیام های عاشقانه ننویسد. همسر این افسر آموزگار زبان انگلیسی دانشگاه تجارت و همکار اسماعیل رحمانوف بوده است. نزدیکان رحمانوف این دعوا را رد می‌کنند و میگویند آنها تنها همکار بودند. در پرونده جنایتی آمده است که اکمل یوسفزاده نیمه شب 12 ایون سال 2023 اسماعیل رحمانوف را از نزد قرطابخانه مسلم دوشنبه ربوده و با دستان بسته به دریای پرتلاطم فان می‌پرتاید. جزئیات تازه این است که افسر بجز از آدم ربایی اینچنین به کشتار نیز متهم می شود و از روی این دو اتهام دادستان برایش 20 سال زندان طلب کرده است. خب، با گذشت 7 ماه از حادثه نزدیکان افسر در این باره صحبت نکردند. آیا آنها در دادگاه چیزی گفتند میرزانبی؟ ببینید، وکیل دفاع اکمل یوسفزاده در دادگاه گفته است افسر نیت کشتن آموزگار را نداشت است و تنها میخواست انیق کند که میان همسر او و اسماعیل رحمانوف چی رابطه ای هست.
البته وکیل دفاع برای اثبات گفته‌اش دلیل مستحکم پیش نیاورده است و از دادگاه تنها خواسته است در وقت تعیین جزا 2 فرزند نابالغ و همچنین خدمت‌های اکمل یوسفزاده را در مقامات کارهای داخلی به اینابت گیرند. در نظر است که این هفته خود یوسفزاده سخن آخرینش را در دادگاه بگوید و حکم صادر شود. حکم کسی که وظیفه‌اش حمایت و محافظت شهروندان بود. آنگونه که میدانیم زرنگی ربودن و کشتن اسماعیل رحمانوف در شبکه‌های اجتماعی سر و زیادی حرفای زیادی را به پا کرده بود و کارمندان اداره انتظامی تاجیکستان نیز از این چیز آگاه بودند و این سر و صدا در تقریبا تمام گوشه‌های تاجیکستان برانگیخت. بله، تشکر میرزانبی. بینندگان عزیز، یادآور می‌شویم که آموزگار دانشگاه تجارت اسماعیل رحمانوف را 12 ایون سال 2023 ربودند و تا حال جسد او پیدا نشده است. کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان میگوید سال گذشته بنیاد منزل‌ها در تاجیکستان زیادتر شده است، اما برخی از شرکت‌های ساختمانی قاعده‌های بخطری را رعایت نمی‌کنند. از جمله از سال 2023 یک کارگر جوان از بینای بلندداشتانه در کلاب به پایین افتیده جان باخت. نوارهایی که به دست رجای آزادی رسیدند نشان می‌دهد که قاعده‌های عادی‌ترین در برخی از ساختمان‌های دوشنبه رعایت نمی‌شوند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مولا رجب یوسفی و امیر ایسایف ببینید. این نوار 13 ینور سال 2024 برداشته شده است. این کران برای بالا برداشتن مالهای ساختمانی پیش بینی گردیده است، اما در این نوار با آسانی دیدن ممکن است که ساختمانچیان را با واسطه کران باربردار از آشیانه دهم به پایان می‌فرارند. این حالت باشد 14 ینور سال 2024 در یک از ساختمان‌های خیابان نعمت قره‌بایی دوشنبه برداشته شده است. با واسطه کران کارگران را به بالای بینای 16 آشیانه می‌برند. اگر این تسمه کنده شود، این کارگران از بلندی 50 متر به زمین می‌افتند. به گمان است که زنده مانند. این نوار را کاربران رادیوی آزادی آخر ماه نوامبر سال 2023 فرستاده بودند. مؤلف نوار گفته بود آن در یک از ساختمان‌های شرکت کامل 2010 ثبت شده است. این شرکت به پسر بیکسبور رئیس خدمات علاقه تعلق دارد. روز 25 نوامبر سال گذشته یک بیناکار 21 ساله از آشیانه 18 این ساختمان در شهر کولاب به زمین افتاده جان باخت. دادستانی از آغاز تحقیق حادثه خبر داد، اما دیگر معلوم نشد که گناهکاران جزا گرفتند یا نه. مسئله بی‌خطری در ساختمان‌ها در نشست خبری کمیته ساختمان هم صدا داد. رهبر این نهاد نقض قاعده‌های بی‌خطری در بنیاد خانه‌ها را تصدیق کرد، اما از یگان شرکت نام نبرد. ساختمانچی‌هایی هستند که همین چیزا مد نظر میکنن، از روی وجدان کار نمیکنن، صدکار میگیرن، کارو تامین نمیکنن، فقط میشود گفتا میگذارن، یک فکر نمیکنن که همزده شهروندان مکار فعالیت میکنن. سالهای اخیر بازار ساختمان و خانه فروشی در تاجیکستان به خصوص در دوشنبه گرم است. به اطلاع رسمی سال 2023 در کشور زیاد از 1.7 میلیون متر مربع منزل ساخته شده است. این آمار نظر به یک سال پیش 2% زیاد بوده است. اما یک مشاهده عادی سریراهی کافی است که ببینی در برخی از ساختمان‌های دوشنبه قاعده‌های بی‌خطری رعایت نمی‌شوند. از روی قاعده‌های بی‌خطری باید نزدیک این ساختمان دیوارکشی و بالای آن با تونوکه پوشانده شود تا چیزی از بالا برای رهگذران نافتد. یا در این ساختمان در خیابان سعدی شیرازی دوشنبه برای به سر راهگذران چیزی نافتادن چاره ناندیشیدند. سال 2021 یک جوان در دوشنبه از نزد ساختمان شرکت یاقوت 2000 می‌گذشت که آهنپاره از بالا افتاده او را مجروح کرده بود. بحث تا دادگاه رسید. متخصصان رعایت کردن قاعده‌های زیرین را در ساختمان‌ها حتمی می‌دانند. هنگام ساختمان بناهای استقامتی در شهر سیمتورهای مخصوص گذاشته می شود که هنگام کارهای ساختمانی مبادا یگان آلات‌های استفاده شونده، یگان تکنیک کاری، یگان موادها یا که اشیا مسائل ساختمان بر کناری راه نافتد. در تاجیکستان بار اول نیست که بیناکاران هنگام کار از بی احتیاطی و یا سبب‌های گوناگون افتاده جان می‌دهند و یا مجروح می‌شوند. نه همه این حادثه‌ها تحقیق و نه همیشه مسئولان مجازات می‌شوند. مولا رجب یوسفی، امیر ایسایف، آزادی دوشنبه. برنامه رو اینجا به پایان میبریم. سپاس برای همراهی و خدا نگهداری شما.